بعضیا قهرمان میشن اما بعضیا تبدیل به یه افسانه میشن. داستان رونی کولمن داستان یه بدنساز نیست، داستان پادشاه بیرقیب آهنه. سال 1989 یه افسر پلیس توی تگزاس فقط دنبال یه باشگاه بود که بتونه مجانی تمرین کنه. بریان دابسون که صاحب باشگاه بود بهش گفت اگه با من بتونی مسابقه بدی عضویتت مجانیه. اون موقع کسی نمیدونست این پلیس ساده قرار قوانین فیزیک بدن انسان رو برای همیشه تغییر بده. سال 1998 رونی بمب رو منفجر کرد. شروع سلطنت پادشاه. یه هیولای 135 کیلویی با درصد چربی نزدیک به 0. اون روی استیج رقیب نداشت. اون بقیه رو محو میکرد. اما چی رونی رو پادشاه کرد؟ حج؟ نه. رونی تنها کسی بود که مثل یه پاورلیفتر تمرین میکرد ولی مثل یه نقاشی فیگور میگرفت. اسکوات 800 پوندی یا همون 360 کیلوگرمی میزد و داد میزد یعنی سبک بچه. توی تاریخ بدنسازی هیچ کسی جرئت نکرد زیر وزنه‌هایی بره که رونی کولمن باشون بازی میکرد. 8 سال پیاپی 8 تا مجسمه ساندو. الان شاید بدنش پر از پلاتین باشه، شاید با عصا راه بره، اما وقتی ازش پرسیدن پشیمونی گفت فقط پشیمونم که اون روز اسکوات رو 4 تا تکرار نزدم. این یعنی عشق خالص که درد حالیش نیست. شاید قهرمانای جدید اومده باشن ولی کینگ همیشه کینگ میمونه. اگه تو هم با شنیدن صدای مو به تنت سیخ میشه این ویدیو رو بفرست واسه رفیق باشگاهی تا بدون شاه کیه.